هرس فرم برای درختایی که هنوز به مرحله باردهی نرسیدن که معمولاً از سال 3 شروع میشه و تا سال 7 و 8 ادامه پیدا میکنه. هرس باردهی که شامل سربرداری برای مناطقی با شرایط مناسب رشدی و هرس تنک شاخه هست، بیشتر توی مناطقی شبیه رفسنجان صورت میگیره. هرس تنک شاخه توی سال قبل سال پرمحصول و با هدف تعدیل سال‌آوری و تقویت خوشه ها انجام میشه و برای همین حدود 20 تا 30% شاخه های بارده حذف میشن. هرس سربرداری و یا عدم سربرداری توی مناطق مختلف با توجه به شرایط رشدی، سن درخت و آب و خاک متفاوته. هرس سنگین و یا به اصطلاح شاخه بری غیر اصولی باعث آسیبای جدی به درخت میشه. شاخه های هرس شده باید کاملا از محل مناسب جدا بشن و همچنین میتونین از چسب هرس هم استفاده کنین. بیواگری، لبخند کشاورز.